بریم این ویدیو رو ببینیم و بیایم. رک و پوسکنده به همین الانم این رو میگم، ما این همه کشته و جانباز ندادیم که دیگران برای ما و آیندهمون تصمیم بگیرن. اون با جامعه است که تصمیم میگیره کی مشروعیت داره و کی نداره و این رو تنها مردم ایران باید تشخیص بدن، نه یه رئیس جمهوری کشور خارجی یا هیچ دولت دیگری. اگر میلیونی میاد تو خیابون و اسم منو فریاد میزنن و از من خواستم که رهبری این کارو به عهده بگیرم از خیلی وقت پیش، ولی بالاخره فرصتش فراهم شد در همین چند ماه گذشته. این به خاطر این هستش که میدونن که من متعهد هستم به این اصول. اون زمانی که من کارش رو شروع کردم بسیار تنها بودم، اصلا هیچ کسی نگاهش به سمت من نبود. 46 سال براتون مبارزه کردم، نه برای چیزی گیر من بیاد. از شما میپرسم شما فکر گیر من چی میاد این وسط؟ اگه بخوام غیر از این باورهایی که دارم مثلا کار دیگه رو بخوام انجام بدم. آقای پهلوی تو دقیقاً چیکار کردی تو این 47 سال که منتش سر ما میذاری؟ هی میگی مردم، ملت، اینا که خامنه ای هم میگفت. تو هر کی کنارت بود سوزوندی، هر کی برات یه کاری کرد سوزوندیش. حسن اعتمادی چه بدی در حق تو کرده بود؟ ویکتوریا آزاد چه بدی در حق تو کرده بود؟ فرود فولادوند چه بدی در حق تو کرده بود؟ جمشید شامت چه بدی در حق تو کرده بود که آقای اهورا میره لوش میده به جمهوری اسلامی و تو انگار نه انگار. دقیقاً آقای پهلوی تو از جون ملت چی می‌خواستی تو این 47 سال؟ دیگه انقدر از صندوق اعتصابات تو، از کنسرت تو، از پشتخواب فروشی تو، از رانتایی که گرفتی صحبت کردیم که اصلا دیگه تو این ویدیو نمیخوام دربارش صحبت بکنم. از پولایی که عربستان به تو داد نمیخوام صحبت بکنم. از سفر مادرت به عراق و دیدارش با صدام نمیخوام صحبت بکنم. از پولای CIA که به دفتر فرانسه میداد دیگه نمیخوام صحبت بکنم. مستقیم حرف من الان تویی که الان رفتی نشستی داخل شبکه کلمه میگه 47 سال من برای شما زحمت کشیدم. دقیقاً چه زحمتی کشیدی آقای پهلوی؟ زحمت تو این بود که پرویز ثابتی یکی از سران شکنجهگر رو بفرستی داخل شبکه من و تو شکنجه رو سفید نمایی بکنه، بعد کنگلو بیاد بگه آقا شکنجه چیز بدی نیست و من بهش اعتقاد دارم. زمانی که روح الله زم دستگیر میشه، اولا تا قبل از اینکه دستگیر بشه که شما کلا حمله می‌کردی بهش، همون کسی که اومد جمهوری اسلامی داشت به زانو در می آورد، همون کسی که اومد گفت من به شورای انقلاب بدون رضا پهلوی اعتقادی ندارم، شما بچه ملا میخوندیش. وقتی امیرحسین اعتمادی و کیانی اومدن لایو گذاشتن گفتن پایان یک مأموریت، چرا هیچ ریاکشنی نشون ندادی؟ لال شدی. بزرگترین کاری که تو کردی تولید یکی مثل قانعیفر و قاسمی نژاد بود. تمام جنبش سبزی‌ها و اصلاح طلبها رو جمع کردی دور خودت. چرا یه بار با یکی از این احزاب تو صحبت نکردی؟ وقتی هم میان با هم ائتلاف میکنن تو اونا رو تجزیه طلب میخونی. همیشه چرا تو خواستی ملت حول محور تو جمع بشن؟ یک ملت، یک پرچم، یک زبان. چی شده؟ تو که جز خودت هیچ کس رو نمیدیدی آقای پهلوی. دقیقاً چی شد که تو زن زندگی آزادی صندوق وکالت میده هم راه انداختی؟ این همه مردم به تو گفتن نشنفتی؟ دقیقاً چی شد آقای پهلوی که این همه بلاگر و برداشتی از مایو پوشی و بیکینی پوشی کشوندی تو سیاست و نظرات خودت رو ریختی داخل فضای مجازی؟ دقیقاً چی شد آقای پهلوی که تو میری سر میذاری به دیوار ندبه؟ آقای پهلوی دقیقاً چی شد که تو میری داخل شبکه کلمه، شبکه‌ای که همیشه جولانگاه حکومتی ها و مذهبی ها بوده، میشینی صحبت میکنی؟ چرا همیشه صحبت تو یک طرفه است؟ چرا هیچ راه ورودی نداری، فقط خروجی داری؟ آقای پهلوی چرا ما وقتی گوشی خاموش بکنیم یا رو اکانت شما نزنیم دیگه نیستی هیچ جا؟ چرا هیچ دسترسی به تو نیست؟ اون فرشگردی که راه انداختی چه اتفاقی براش افتاد؟ اصلا چی می‌خواست؟ تو برای مردم داشتی زحمت می‌کشیدی؟ چی شد که منو شهر گنجی گذاشتی کنار؟ چی شد که نیک آهنگ کوثر گذاشتی کنار؟ چرا همه اینا رو از بغل خودت تارمار کردی؟ چرا فقط با اصلاح طلبا بودی؟ چرا فقط با حکومتی‌ها بودی؟ چرا همیشه صحبت از پرچم می‌کردی، یه خط می‌کشیدی اینجات، از تمامیت ارضی صحبت می‌کردی و به دروغ؟ مگه جز پدر و پدر بزرگ تو کس دیگه‌ای تونسته تو 100 سال گذشته ایرانو تجزیه بکنه؟ چرا الان نمیای وقتی از تمامیت ارضی صحبت می‌کنی نمیگی یک نفری به نام هویدا اومد گفت بحرین عروس ایرانی بود که شوهر کرد؟ چرا نمیای درباره اون هیچ صحبتی بکنی؟ چرا زمانی که داخل ترافلگار اسکوار میان 9 بار به یه پیرمردی که علیه حکومت داره مبارزه میکنه فقط صرف این که مخالف تفکر شماست تعرض جنسی میکنن هیچ ریاکشنی نشون نمیدی آقای پهلوی؟ چرا هر وقت بهت گفتن که هاربانوت یا اسمنگولات داره میگه مرگ از سفاست ملا چپی مجاهد هیچ وقت نمیای جلوش بیستی؟ همه مردم ملا و مجاهدن، اصلا این تفکر چپه چند نفرن؟ کیان؟ اصلا این چپ چی میگه که شما این همه دارین حمله میکنین بهش؟ چرا همیشه نوک پیکار شما ملت بوده نه حکومت؟ چرا وقتی شاهین نجفی میاد میگه هر کی از دموکراسی حرف زد فقط بگو جاوید چا؟ چرا لال میشی؟ چرا نمیای حرف بزنی؟ مگه همکاری با دشمن خارجی بد نبود؟ تو چرا رفتی با اسرائیل دوستی کردی که بیاد به ایران حمله بکنه؟ چرا از آمریکا خواستی به ایران حمله بکنه؟ مگه تو همیشه مخالف جنگ نبودی؟ چرا زمانی که کنگلو تو جنگ 12 روزه اومد گفت مردم شما اگر نیاین بیرون احمقین، بی غیرتین، هستین، لیاقتتون جمهوری اسلامیه و اگر مخالف این جنگ هستین خفه بشید و بشینید تو خونه هاتون، که خواستگاهش این بود مردم وسط بمبارانه بیان تو خیابون؟ ابله چرا اون موقع تو هیچ ریاکشنی نشون ندادی؟ به واقع که تو یک کودک 65 ساله پست خائن هستی. تو پدر و پدر بزرگت مشخصا سه فرد خائن در تاریخ ایران هستین.